شورت قربانوف یک مرزبان توجک در تیراندازی صبح 24 ایول در موضع قمزور در مرز جماعت چورکوی اسفره با دهه کوکتاش نویه بادکند قرقیزستان زخمی شده است. مسئولان جماعت چورکو به رادیو آزادی گفتند مرزبان توجک را به شفاخانه مرکزی شهر اسفره انتقال دادند. صبح 24 ایول ساکنان چورکو در موضع قمزور شنبگی تشکیل کردند. به گفته ساکنان آنها در طول سالیان از ریگ شفابخش این موضع آزادانه استفاده می بردند و تا ایندم یگان نوع بحث بر سر موضع قمزور وجود نداشت، ولی این باره ساکنان کوکتاش و مرزبانان قرقیز بالای سر آنها ریخته طلب کردند که کارها را در قمزور قطع کنند چون که این موضع قطعه بحثی حساب می شود. ساکنان چورکو می گویند که اول مرزبانهای قرقیز بالای آنها تیر کشادند و مرزبانان توجک مجبور شدند که جواب دهند. جانب قرقیزستان می گوید برعکس اول شده مرزبانهای توجک دست به سلاح بردند. قشونهای سرحدی تاجیکستان هنوز رسما این حادثه را شرح ندادند، ولی خدمات مرزبانی قرقیزستان در بیانیه‌اش میگوید ساکنان تاجیکستان بدون موافقت پیشکی میخواستند موضع قمزور را از سنگ و ریگ تازه کنند و از اجرای طلب جانب قرقیزستان در مورد قطع کردن این کارها سرکشی کردند. گذشته از این شهروندان تاجیکستان کوشش کردند که یک شهروند قرقیزستان را لطکوب کنند، سپس رد و بدل لفظی بین ساکنان دو کشور به زنوزنی و سنگ پرتایی یکدیگر پیچید. در جریان مناقشه مرزبانان تاجیکستان به طرف قرقیزستان تیر کشادند. مرزبانهای قرقیز در جواب به طرف تاجیکستان تیر انداختند. در نتیجه تیراندازی از جانب قرقیزستان کسی تیر نخورده است و آسیب ندیده است، گفته می شود در اظهارات مرزبانی قرقیز. با گذشت قریب 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز مستقیم بین تاجیکستان و قرقیزستان تا امروز تنها چیز بیشتر از 500 کیلومترش پاره تعیین و علامت گذاری شده است.